در خدمتتون هستم با همین منویی که شما فرمودین، اردو بادمجان و سبزیجات با مرغ. خیلی حالا با اجازهتون من اول مواد لازم رو بخونم، خدمتتون عرض کنم که نان باگت 4 عدد، بادمجان 2 عدد، سیر تازه 50 گرم، جعفری خرد شده 100 گرم، کلم بروکلی 200 گرم، قارچ 250 گرم، پیازچه 100 گرم، سینه مرغ 200 گرم، کره 50 گرم، پنیر چدار ورقه‌ای 6 ورق، خامه 2 قاشق غذاخوری، پنیر پیتزا به میزان لازم، روغن مایه و نمک و فلفل هم به میزان لازم. خدمتتون عرض کنم جناب دکتر، من قبل از اینکه اصلا برنامه رو شروع کنم به پخت، این غذا اردوور بادمجان 2 حالت میشه پختشه. یعنی بینندگان محترم میتونن بادمجونا رو سرخ کنن که من الان همین مراحل رو براشون انجام میدم، بعد روی نونهای باگت میذارن و خوراک آماده شده رو روی اون میذارن و پنیر پیتزا میذارن داخل فر. همین جور میتونن درست کنن، هم میتونن بادمجون ها رو توی ظرف پیرکس بذارن، تمام بادمجون های سرخ شده رو بچینن و اون خوراکی که الان من درست میکنم و روی اون قرار بدن، پنیر پیتزا بزنن روی اون و اون رو بذارن تو فر. این حالا به دو نوع گفتم میشه درست شه که بدونن. خب حالا من خدمتتون عرض کنم مراحل یکی یکی من انجام میدم. خدمتتون عرض کنم اولین کاری که ما میکنیم یک کمی روغن مایع می‌ریزیم تو این مایتابه. این ترکیبات همش خام بود؟ خدمتتون عرض کنم که ترکیبات نه دیگه، الان اینا پخته میشه. الان اینا قارچ سبزیجات رو ما اضافه میکنیم به این مایتابه. من فقط نوع پختش رو نشون میدم. این جعفری خرد شده است، پیازچه است، خب ببینید من یه سری چیزا رو آماده کردم دیگه، یعنی بادمجونا رو سرخ کردم، مرغ رو ریز کردم و من این منوی که الان میخونم برای بینندگان عزیز، من اینا رو درست کردم از قبل و آماده کردم. این فقط برای این اگه این اندازش اونقدری که من میخونم تو این دستور غذایی اونقدر نیست، به خاطر اینکه فقط میخوام بینندگان عزیز طرز کارکردش رو نشون بدم که چجوری میتونیم اینا رو درست کنیم. ولی این خب تا درست بشه یک کمی طول میکشه جان دکتر دیگه. حالا شفایی شما توضیح بفرمایید. حالا این الان به آب میفته، وقتی به آب افتاد ما مرغو حالا من البته درست میکنم اینجا، الان یک کمی 2-3 دقیقه 2 دقیقه دیگه به آب میفته. من اینو میذارم. بعد از اینکه به آب افتاد ما خامه رو به این اضافه میکنیم. بعد از خامه مرغ رو به این اضافه، بعد از خامه پنیر رو اضافه میکنیم، پنیر ورقه‌ای رو اضافه میکنیم به این و بعد مرغ رو اضافه میکنیم. مرغتون پخته است یا خام؟ مرغ پخته شده، عام تفت داده شده با لیمون پپر. یعنی من اینو مزه‌دار کردم با لیمون پپر و پودر سیر. خب و آماده کردم که به این اضافه کنم. وقتی لیمون پپر برگای لیموئه؟ نه، لیمون پپر پودر لیمو با پودر فلفل و مخلوط آماده است، همه جا میفروشن. و خدمت عرض کنم که این بعد کلا پروسش انقدر طولانی نیست، این غذا خیلی سریع درست میشه. بعد از خامه با پنیر مرغ اضافه میشه، بعدش چی؟ خدمتتون عرض کنم وقتی که یکم کوچیک‌ترش بکنم رایگان میخوان. بعد از مرغ چی؟ بعد از مرغ که اضافه شد، پنیر رو که اضافه کردیم، مرغ هم اضافه کردیم، اینا به آب افتاد. بعد پنیر این آب اینو کمتر میکنه، یعنی آبش کمی میگیره. وقتی آماده شد میذاریم سرد شه. نمیگه که خیلی سرد، فقط اینقدر که نه داغ نمیخوایم خیلی داغ باشه. این نونا رو برمی‌داریم. این من کره و با سیر رو با هم آماده کردم، یعنی کره آب کردم، سیر تازه‌شو پسش بود، سیر تازه ریختم. له کردی یا سیر رو ریز کردم و آماده کردم که روی این نون‌ها قبل از این با قاشق یکم روی نون‌ها میذاریم. بعد
وقتی که روی نون ها گذاشتیم بادمجونی که سرخ شده رو میذاریم روی نون که الان خدمت عزیزان همه رو بفهم. من توی خواستم خواهش می‌کنم. خامتون الان اضافه نمی‌کنی؟ الان اضافه می‌کنم. ببینید نرم شد. دیدی چقدر دقیقاً. خب الان این خامه رو حالا اگه کسی دوست نداره چرب بشه خامه بریزه میتونه شیر بریزه. نصف پیمانه شیر بریزه. خب این خامه که به این اضافه شد ما الان پنیر رو اضافه میکنیم. الان این پنیر رو که اضافه کردیم هر نوع پنیری میشه؟ نه دیگه این پنیر مزه خاص رو میگیره. این پنیر چدار ورقه‌ای که معمولا خیلی استفاده زیادی داره. خیلی همین بیشتر این پنیر رو روی همبرگر میذارن. بله. چیز برگر هم استفاده میکنن. ولی پنیر رو بله پنیر گودا میشه، پنیر چیزم میشه خدمتتون عرض کنم. پنیر پارمیسان هم میشه ریخت. ولی مزه اصلی رو شما لطف میکنید به همش میزنید. چسبندگی میده بهش دیگه نه؟ بله. خب فکر میکنم مقدارش بس بشه الان. پنیر کاملا آب شد. مثلا پنیر آب میشه بله. حالا بادمجون رو فقط سرخ کردی دیگه نه؟ بادمجون فقط سرخ کردم، یک کمی با نمک زدم بهش. اما که نمک که میزنین اون تلخی بادمجون گرفته میشه. آشپزای کار نکنن اعصابشون خورد میشه نه؟ نه دیدم من دارم هم میزنم شما. نه من اصلا اینجوری نیستم. خدمتتون عرض کنم که این الان ببینید الان این یک کمی آب پس میده، هم قارچ الان آب داره هم این بروکلی. این آبش باید خشک بشه، یعنی اینقدر که این آب خودش رو بگیره. خب. اگه خیلی عجله دارن یه قاشق آرد میتونن اضافه کنن که آرد رو سریع بگیره. خدمتتون عرض کنم الان این مرغ هم ما اضافه میکنیم. ببینید این مرغ هم خودش کمی آب زودتر جذب خودش میکنه. این الان آماده است که من اینجا یه مقدار آماده شد درست کردم برای که من میخوام انجام بدم. حالا تا اینجا بیفته میخوای یک دو تاشو آماده بکنی؟ خب الان درست میکنم دیگه. بعد ببینیم اینم که من داره آماده میشه. خب حالا ما الان برای درست کردن این اردو این نون باگت بریده شده است. مقدار از این کره و سی رو روی این قرار میدیم. بعد این بادمجونا رو به این صورت میذاریم روی اینا. خب خیلی راحت، هیچ کاری هم نداره. این مایه آماده شدهمون رو روی این بادمجون میذاریم به این صورت. خب ببینید اینو که الان گذاشتیم اینجا، اینو مثلا میچینیم توی پیرکس یا توی ظرف. خب ببینید حالا من باید توضیح بدم اونایی که فر ندارن. اونایی که فر ندارن الان مثلا این آماده است دیگه. این اگه نخوان پنیر پیتزا روش بریزین این همین جوری قرار میگیره توی میکروویو گرم میشه. باید گرم بخورین. البته سردم میشه خورده، هیچ فرقی نمیکنه. خب اگه خواستیم حالا اگه بخواستیم توی فر بذاریم، شما این پنیر پیتزا رو که خواستن اونایی که فر ندارن میخوان پنیر پیتزا رو هم بریزن روش و گرم سرو کنن، باید بذارن توی مایتابه تفلون چارگوش، حالا گرد چارگوش هر چی که هست، اینو به این صورت توی اون مایتابه تفلون قرار میدن. هیچ چی دیگه احتیاجی نیست تو مایتابه بذارن. تمام اینا رو میچینن، پنیر پیتزا رو میذارن روش فویل میکشن، میذارن رو حرارت، یعنی قبل از این کار مایتابه رو گرم کنن. یعنی مایتابه با داغ بشه. داغ که شد اینا قرار میدن، اینا رو میذارن توی مایتابه تفلون و روشو با فویل قشنگ میبندن، میپوشونن. این گرما رو میذارن رو حرارت کم به مدت 5 تا 7 دقیقه، نهایتاً 5 تا 7 دقیقه
عین توی فر عمل میکنه، چون اینا همه آماده شده است. وقتی آماده شده است هیچ احتیاج نیست که به مدت طولانی باشه، چون همه پخته شده آماده شده است. و اگه تو فر رفت با چه درجه حرارتی؟ همین به درجه متوسط توی گیل باید روشن بشه یا نه؟ اگه تو فر که بره، اینا رو ما میذاریم تو فر، اینا نونه دیگه، تو فر میسوزه، درجه 150 میذارن، به مدت 10 دقیقه روشنش میکنن، تو به درجه 150 روشن میشه. بعد اینو توی میذارن توی اینا رو، اینا رو اگه بخوام بذارن تو پیرکس و پنیر پیتزا بریزن، و گفتم که بادمجونا رو بچینن تا و این مایه رو روش میذارن و پنیر پیتزا اگه خواستن بذارن 20 دقیقه میذارن توی فر به مدت 20 دقیقه و به درجه 150 درجه سانتیگراد. آقا متشکرم. من مواد اولیه رو پس یه بار دیگه برای بچه‌ها زحمت کردن. آره. نان باگت 4 عدد، بادمجان 2 عدد، سیر تازه 50 گرم، جعفری خرد شده 100 گرم، کلم بروکلی 200 گرم، قارچ 250 گرم، پیازچه 100 گرم، سینه مرغ 200 گرم، کره 50 گرم، پنیر چدار ورقه‌ای 6 ورق، خامه 2 قاشق غذاخوری، پنیر پیتزا به میزان لازم، روغن مایه و نمک فلفل هم به میزان. فرمودید که قارچ و کلم بروکلی رو با هم دیگه تفت میدیم به آب بندازه، همین که پخت پیازچه و جعفری هم اضافه میکنیم بهش، بعد خامه و پنیر رو بهش اضافه کردیم، مرغ رو بهش اضافه میکنیم تا آبش کاملا گرفته بشه. روی نونای سیرمون ترکیبی از کره و سیر رو میزنیم، بادمجون رو میذاریم توی فر. اینو میگیریم، بعد این مایه رو میریزیم روی اون، پنیر پیتزا میریزیم روی اون، میریزیم توی فر. آقا خیلی متشکرم، دست شما در نکنه. خیلی ممنونیم از همراهی شما و توجهتون نسبت به برنامه.